فصل 12. گرفتن و دادن. مترجم و گوینده مرضیه قیومی. امروز صبح در مورد تانگلن صحبت می کنم. تمرین گرفتن و دادن. برخی از شما قبلا این کار را انجام داده اید و برخی از شما انجام نداده اید. اما در هر صورت همیشه مثل این است که برای اولین بار این کار را انجام می دهید. تمرین تانگلن با پرورش شهامت ارتباط دارد. وقتی این تمرین را برای مدتی انجام می دهید، قلب خود را گشوده تر احساس می کنید. شروع به درک این موضوع می کنید که ترس به محافظت از قلب شما مربوط می شود. احساس می کنید که چیزی به قلب شما آسیب می رساند و بنابراین شما بارها و بارها از آن محافظت می کنید. در آموزه‌های بودایی و شامبالا و در هر راه معنوی که به ما یاد می دهد چگونه خوب زندگی کنیم، تشویق می شویم که شهامت را پرورش دهیم. چگونه این کار را انجام دهیم؟ مطمئناً تمرین مراقبه یک روش است، زیرا از طریق آن ما خودمان را کاملاً و با مهربانی می‌شناسیم. زمانی که برای اولین بار تانگلن را انجام دادم، شاید 7 سال بود که تمرین شاماتا را انجام می‌دادم. پس از انجام این تمرین، از دیدن نحوه انجام آن شگفت زده شدم. به طور ماهرانه از شاماتای خود برای جلوگیری از آسیب دیدن، برای جلوگیری از افسردگی یا دلسردی یا هر نوع احساس بدی استفاده می کردم. در ابتدا که این تمرین برای من هم ناشناخته بود، امیدوار بودم که اگر آن را انجام دهم، دیگر دردی احساس نخواهم کرد. وقتی تانگلن می کنید، درد را به درون دعوت می کنید. یعنی چشمانتان را باز می کنید. همان چیزی که مفهوم شاماتا است. دیدن درد، دیدن لذت، دیدن همه چیز با ملایمت و توجه، بدون قضاوت، بدون کنار زدن و با گشودگی نسبت به آن. اگرچه این همان چیزی است که ما در طول این مدت تمرین کردیم، تانگلن آن را دقیق تفهیم می کند. انجام دادن تانگلن شهامت زیادی می خواهد. جالب اینجاست که تانگلن به شما شهامت زیادی می دهد. شاید با اندکی شهامت شروع کنید و آرزوی بزرگی داشته باشید که بخواهید به تمام دنیا گشوده شوید و برای خود و دیگران مفید باشید. می دانید که ممکن است در موقعیت‌هایی قرار بگیرید که برآشفته شوید و همه چیز سخت باشد. اما با این حال آرزو دارید که بتوانید در هر موقعیتی قرار گرفتید سودمند و مفید باشید. شاید به این دلیل که نمی‌دانید در چه موقعیتی قرار دارید، حد اکثر سر سوزنی شهامت داشته باشید. فقط به اندازه انجام دادن تمرین تانگلن. به هر حال معمولاً زندگی همین است. پس از آن اتفاق شگفت‌انگیزی رخ می‌دهد. با اشتیاق به انجام تانگلن، پس از مدتی، چند روز یا چند ماه یا چند سال، متوجه می‌شوید یک فنجان پر از شهامت دارید که با تمرین قلب خود را آگاه و شهامت خود را بیدار می کنید. وقتی می گویم قلبت را بیدار کن، منظورم این است که حاضر نیستید لطیفترین قسمت خودتان را بپوشانید. ترونگپا رینپوشه اغلب در مورد این واقعیت صحبت می کرد که همه ما یک نقطه مهربان و لطیف داریم
و آزردگی و رنجش و همه این چیزها به این دلیل رخ می دهد که ما نقطه مهربان و لطیف خود را می پوشانیم. منطقی کاملا مثبت پشت آن نهفته است. شما مهربان و خوشقلب هستید و می خواهید از همه چیز محافظت کنید. شما در شاماتا به وضوح پوشش‌های خود را می بینید و متوجه می شوید که چطور قلبتان را محدود می کنید. این همه چیز را آسان کرده و به نگرش و حس شوخ طبعی که دارید ارزش می نهد. تانگلن از این فراتر پیش می رود. زیرا شما نه تنها تمام درگیری ها، سردرگمی ها و دردهای حل نشده خود، بلکه درگیری های دیگران را نیز دعوت می کنید و از این هم فراتر می روید. ما معمولاً سعی می کنیم از احساس درد دوری کنیم و وقتی احساس راحتی داریم دوست داریم که برای همیشه ادامه داشته باشد. با این حال و به زبان ساده در تانگلن نه تنها مایلیم موقعیت‌ها و شرایط دردناک را مانند دم به داخل بکشیم، بلکه می‌خواهیم احساسات راحتی، آرامش و شادی را هم مانند بازدم بیرون دهیم. حاضریم احساس شادی و آرامش و راحتی درونمان را به دیگران تقدیم کنیم و با آنها به اشتراک بگذاریم. تانگلن کاملاً برعکس است. معمولاً وقتی کسی در حال مدیتیشن بوده و واقعاً با چیز بزرگتری ارتباط برقرار کرده است و الهام و لذت را احساس می کند، حتی مدیتیشن پیاده روی هم مانند یک مداخله‌گر به نظر می رسد. مثل این است که شما در حال صحبت کردن با دیگری و نظافت دستشویی باشید. گویی این مانع ارتباط گرفتن با تمام وجود می شود. ماهایانا بودیسم درباره بودیچیتا صحبت می کند که به معنای قلب بیدار یا قلب دلاور است. بودیچیتا ویژگی‌های مهربانی، دقت، گشاده‌رویی، رها کردن و گشودگی را دارد. هدف تانگلن بیدار کردن یا پرورش بودیچیتا، گشودگی قلب و پرورش شهامت شماست. مثل آبیاری بذری که میتواند رشد کند و گل بدهد. ممکن است احساس کنید که فقط اندازه سر سوزنی شهامت دارید. یا ممکن است احساس کنید اصلاً شهامت ندارید. اما بودا میگوید به هوش همه بودیچیتا دارند. بنابراین شاید فقط به اندازه یک دانه کنجد بودیچیتا باشد. اما اگر تمرین کنید مانند آبیاری آن دانه کنجد است که رشد می کند و شکوفا می شود. آنچه واقعاً اتفاق می افتد این است. چیزی که در تمام مدت وجود داشته در حال کشف شدن است. انجام تمرین تانگلن گرد و غبار را از روی گنجی که بیش از 2000 سال با 10 تن گل و لای پوشیده شده است و شما می توانید آن را در هر نقطه‌ای مانند یک جواهر که میراث ماست کشف کنید. گفته می شود که بودیچیتا مانند شیر بسیار غنی و پرخامه است که می تواند به کره تبدیل شود. باید کمی روی آن کار کنید و آن را هم بزنید تا کره از خامه به دست آید. همچنین بودیچیتا مثل یک دانه کنجد است که درون آن پر از روغن است و شما باید آن دانه را کمی بکوبید تا روغن را که از ابتدا درون آن وجود داشته بگیرید. گاهی اوقات گفته می شود که بودیچیتا مانند گنجی گرانبهاست که در کنار جاده قرار دارد و چند پارچه کهنه و مندرس آن را پوشانده است.
مردم و شاید افراد بسیار فقیری که از گرسنگی در حال مردن هستند مدام از کنار این گنج عبور می کنند و تنها کاری که باید انجام دهند این است که آن پارچه های کهنه را بردارند. بودیچیتا آنجاست. ما تانگلن می کنیم تا مجبور نباشیم مانند افراد کوری که مدام راه می روند و نمی بینند باشیم. مجبور نیستیم احساس درماندگی و فقر کنیم، زیرا درست در قلبمان صمیمیت، ملایمت و مهربانی و شهامتی که هر کس در آرزویش است وجود دارد. همه آن را دارند، اما همه این شهامت را ندارند که اجازه دهند تا بالیده شود و رشد و نمو کند. این روزها جهان به افرادی نیاز دارد که تمایل داشته باشند و اجازه دهند تا قلبشان گشوده و بودیچیتایشان بالیده شود. رنج و ویرانی گسترده‌ای در سراسر دنیا وجود دارد. مردم توسط تانک ها زیر گرفته می شوند، یا خانه هایشان منفجر می شود، یا سربازان در نیمه های شب درب خانه هایشان را می کوبند و آنها را می برند و شکنجه می کنند و بچه ها و عزیزانشان را می کشند و یا از گرسنگی می میرند. دوران سختی است. ما که با وجود مشکلات روانی جزئی در ناز و نعمت و آسایش زندگی می کنیم، مسئولیت بزرگی بر عهده داریم که بگذاریم صمیمیت و گرمای قلبمان و تواناییمان گسترش و رشد پیدا کند، زیرا خیلی سرایت پذیر است. آیا متوجه شده اید که وقتی وارد اتاق غذاخوری می شوید و فرد دیگری که در اتاق است احساس خوبی پیدا کرده و شما هم می فهمید که او احساس خوبی دارد، این احساس به شما سرایت می کند، انگار که او شما را دوست دارد. اما وقتی به اتاق غذاخوری بروید و شخص دیگری که آنجاست احساس ناخوشایندی بکند، از خود می پرسید من چه کار کردم؟ یا خدایا بهتر است کاری کنم تا احساس خوبی در او ایجاد کنم. چه سردرد داشته باشید، چه افسردگی و ملامت یا هر چیز دیگری، اگر احساس خرسندی و آسودگی کنید می تواند به دیگران انتقال پیدا کند و سرایت داشته باشد و حتی می تواند به دیگران احساس راحتی بدهد. ما می توانیم با اشتیاق به کار کردن با ترس، احساس بیکفایتی و افسردگی اول صبح و همه اینها این آسودگی را به یکدیگر بدهیم. تمرین شاماتا یکی از راه‌های نشان دادن تمایل شما به دیدن همه چیز با شفافیت و بدون قضاوت است. انجام تانگلن حرکتی برای یافتن بودیچیتا به دلیل خرسندی خود و دیگران است. خرسندی خودت متجلی شده و این وضعیت را برای دیگران هم مهیا می کند تا به خرسندی، آگاهی، صداقت و گرمای وجودشان نزدیک شوند. اصل تمرین تانگلن این است که در هنگام دم شما مایل به گرفتن احساس درد هستید. حاضر هستید رنج دنیا را بگیرید. از این پس شما شهامت و تمایل خود را برای درک احساسات و احوالات انسانی پرورش خواهید داد. نفس می‌کشید تا واقعاً منظور بودا را بفهمید که اولین حقیقت شریف این است که درد بخشی از زندگی است. معنی آن چیست؟ با هر دمی که می‌کشید درد را نه به عنوان اشتباه یا مجازات، بلکه به عنوان واقعیت شرایط انسانی میپذیرید. با هر دم درد وضعیت انسانی را درک میکنید
که میتوان آن را پذیرفت و بایسته دانست و از آن فرار نکرد. تانگلن دقیقاً چنین کاری میکند. در واقع بازدم بخش دیگری از وضعیت انسان است. با هر بازدم گشوده میشوید، با احساس سرور، آسایش، رضایت، مهربانی و هر چیزی که احساس تراوت و تازگی و پاکی، سلامت و خوشی به شما میدهد ارتباط برقرار میکنید. این هم جنبه‌ای از احوالات انسانی است که آرزو میکنیم همیشه جلوه‌گر باشد. کاش میتوانستیم همه مشکلات را برطرف کنیم و آن را مانند رژیم غذایی روزمره خود به کار می‌بردیم. در منو نوشته بود فقط شادی، اینجا درد وجود ندارد. اینجا فقط چیزهایی وجود دارند که شادی ابدی را برای شما به ارمغان می‌آورد. شاید همراه کمی ناخوشایندی، چند قطره اشک، اما قطعاً بدون آشفتگی جدی، بدون مکان تاریک و کمدهایی که نمی‌خواهید در آن را باز کنید، بدون هیولای زیر تخت، بدون افکار زشت، بدون خشم، بدون ناامیدی، بدون حسادت. این همان بازدم است، بخشی که آن را دوست دارید و با آن ارتباط برقرار می‌کنید و آن را مانند بازدم پخش می‌کنید تا همگان بتوانند آن را تجربه کنند. همه چیزی که برای انجام تانگلن نیاز دارید این است که درد و شادی را تجربه کرده باشید. حتی اگر فقط 1 ثانیه در زندگی خود درد یا خوشبختی را تجربه کرده باشید، می توانید تانگلن انجام دهید. اینها پیش نیازها و ضروریات هستند. به عبارت دیگر شما یک انسان معمولی با درد و لذت درست مانند دیگران هستید و چون شما هم مثل همه انسانها هستید، منطقی است که می‌خواهید بخش خوب را با دم به درون بکشید و بخش بد را با بازدم بیرون بفرستید. اما این راه مسیر دلاور بسیار شجاعانه تر است. شما در حال پروراندن قلبی با شهامت هستید، قلبی که در هر شرایطی گشوده است، به گونه‌ای که تحت تأثیر هر چیزی قرار می‌گیرد. تصویری باستانی از چرخه زندگی وجود دارد که یاما خدای مرگ چرخه را در دست دارد. در مرکز آن یک خروس نماد احساسات تند و شدید، یک مار نماد پرخاشگری و یک خوک نماد جهل وجود دارد. پره‌های چرخه 6 فضای همانند می‌سازند که به آنها 6 قلمرو می‌گویند. قلمروهای پایین عبارتند از قلمرو جهنم، قلمرو ارواح گرسنه و قلمرو حیوانات که پر از ترس و نادانی است، زیرا در آن قلمرو شما می توانید فقط آنچه جلوی بینیتان قرار دارد را ببینید. قلمروهای بالاتر قلمرو انسان، قلمرو خدای حسود و قلمرو خدا هستند. در هر یک از آن 6 قلمرو بودا قرار دارد، یعنی خود ما. ما می توانیم قلبمان را تا جایی باز کنیم که بتوانیم وارد قلمرو جهنم، ارواح گرسنه، قلمرو خدای حسود و قلمرو خدا شویم. می توانیم با قلبمان آنجا باشیم، کاملا گشوده و با شهامت. این آرزوی بودیساتواست. وقتی رسما عهد بودیساتوا را میپذیریم، تمرینی به ما داده می شود که انجام دهیم. این یعنی ما واقعا آرزو داریم به اندازه کافی شهامت داشته باشیم تا به دیگران کمک کنیم. می‌دانیم که خودمان نگرانی و ترس زیادی داریم، اما آرزو داریم که قلبمان کاملا بیدار شود. دم و بازدم
به شکلی که توضیح دادم روشی است برای اینکه بتوانید آگاهانه مانند بودا در هر قلمروی که وجود دارد باشید. اگر به این فکر کنید که بودن در قلمروهای دیگر چگونه است، فقط از اقبال خود شاکر هستید که در آنها نیستید. اما اگر هم بودید، باز هم می توانستید با قلبی گشوده آنجا باشید. اصل این تمرین تمایل به گرفتن احساس درد خود و دیگران در هنگام دم و تمایل به اشتراک گذاری شادکامی و مسرت و لذت زندگی در هنگام بازدم است. این اصل تمرین است و چنانچه آموزش دیگری نگرفتید، همین تمرین کافی و بسنده است. در آموزش تانگلن اولین مرحله درخشش بودیچیتای ناب نامیده می شود که فقط به معنی گشودگی است، پذیرفتن همه چیز آنگونه که هست. مرحله دوم روش تصویرسازی است، به این طریق که درد را به صورت سیاهی، سنگینی و داغی در دم می‌گیریم و در بازدم تصویری از سفیدی، سبکی و خنکی بیرون می‌دهیم. درک من از این مرحله این است که قبل از اینکه وارد مسائل اصلی و دشوار واقعی شوید، با تصویرسازی درد و لذت کار می‌کنید و آنها را با دم و بازدم همزمان سازی می‌کنید. مرحله اول فقط فضای باز است. سپس شما شروع به ارتباط با موقعیت‌های معمولی درد و لذت در زندگی روزمره می‌کنید. سپس به مرحله سوم می‌رسید که در واقع قلب تمرین است. در اینجا شما یک موقعیت خاص از زندگی را تجسم می‌کنید و با درد آن ارتباط برقرار می‌کنید. آن را نفس می‌کشید و کاملاً احساسش می‌کنید و به آن نزدیک می‌شوید. این دقیقاً برعکس اجتناب کردن است. شما کاملاً مایلید که در هنگام دم درد را بپذیرید و احساس کنید، چه درد خودتان، چه درد یک دوست عزیز یا درد یک فرد کاملاً غریبه. و در بازدم اجازه می دهید حس هوای تازه، گستردگی و گشودگی بیرون برود. به عبارت دیگر، فرض کنید کسی در زندگی شما وجود دارد که نمی توانید او را تحمل کنید و فکر کردن به او انواع احساسات ناخوشایند را به وجود می آورد. شما تصمیم می گیرید برای به وجود آوردن احساس گشودگی، شهامت و مهربانی در آن موقعیت خاص تانگلن کنید. بنابراین به آن شخص فکر می کنید و آن احساسات ناخوشایند به وجود می آیند و وقتی نفس می کشید با احساسات ناخوشایندی که قلب شما را احاطه می کند ارتباط برقرار می کنید. منظور این نیست که سعی کنید این احساسات و علت آنها را کشف کنید، بلکه فقط درد و ناراحتی را احساس می کنید و در هنگام دم آن را می گیرید و در بازدم مثل اینکه در را باز می کنید تا هوای تازه و با تراوت وارد شود، آنها را رها می کنید. اما شما نمی توانید برای مدتی طولانی این احساسات عالی را داشته باشید، زیرا وقتی دوباره دم می گیرید به احساسات دردناک باز می گردید. شما کاملا گرفتار و غرق احساسات دردناک نمی شوید، زیرا دوباره بازدم خود را بیرون می دهید. گشوده و آرام می شوید و اجازه می دهید این وسعت و گشودگی و آرامش را به اشتراک بگذارید. شاید بخواهید در احساس شادی و آرامش بمانید، اما بازدم انجام می دهید. شاید بخواهید در احساسات دردناک و ناخوشایند بمانید، اما دم می کشید
و با هر دم و بازدم دوباره شروع می کنید. مثل این است که یاد بگیرید چگونه چیزی را لمس کنید و رها کنید و دوباره لمس کنید و رها کنید. مثل این است که یاد بگیرید چگونه از چیزی متأثر شوید و رها کنید و دوباره متأثر شوید و رها کنید. شما درد را به لذت یا لذت را به درد ترجیح نمی دهید. مدام این احساسات جابجا می شوند. بعد از اینکه مدتی با این مورد کار کردید و واقعاً با درد و توانایی خود برای گشودگی و رها کردن ارتباط برقرار کردید، سپس تمرین را یک قدم جلوتر می برید. این کار را برای همه موجودات انجام می دهید. این یک نکته مهم در مورد تانگلن است. تجربه لذت و درد شما روشی است که می توانید نزدیکی و ارتباط خود را با همه موجودات تشخیص دهید. روشی که می توانید در شادی و غم همه کسانی که اکنون زنده هستند، همه کسانی که دیگر زنده نیستند و همه کسانی که بعداً متولد می شوند شریک شوید. شما آگاه می شوید حس ناخوشایندی که هنگام فکر کردن به آن شخص خاص احساس می کنید چیزی است که همه انسان‌ها احساس می کنند و لذتی که شما احساس می کنید احساس توانایی گشودگی و رها کردن نیز در سرشت و ذات همه انسان هاست. شما همان درد را تجربه می کنید، اما اکنون با خودتان می اندیشید بگذار آن درد را احساس کنم تا هیچ کس دیگری در تمام زمین احساسش نکند. یا به عبارتی دیگر، من بدبخت هستم، من افسرده هستم. خب اجازه دهید آن را کاملا احساس کنم تا هیچ کس دیگری آن را احساس نکند، تا دیگران از این احساس رهایی یابند. این درد شروع به بیدار کردن قلب شما می کند، زیرا آرزو دارید که گرفتن این درد در دم بتواند برای دیگران سودمند باشد. من می توانم آنقدر شهامت داشته باشم تا آن درد را کاملا احساس کنم تا کس دیگری مجبور نباشد آن را احساس کند. با بازدم اجازه می دهم که هر حس خوشایندی را که تا به حال تجربه کردم، چه حس شوخ طبعی، چه حس لذت از طلوع و غروب خورشید و یا هر حس لذت دیگری در دنیا را به دیگران تقدیم کنم تا آنها هم احساسش کنند. بنابراین دوباره تکرار می کنم. مرحله اول این است که احساس گشودگی و فضایی باز و گسترده را تجسم کنید. مرحله دوم گرفتن سیاهی به درون با دم و دادن سفیدی به بیرون با بازدم است. مرحله سوم ارتباط با چیزی یا موقعیتی بسیار واقعی برای ماست. مرحله چهارم گسترش و تمایل به انجام آن برای همه موجودات است. هر زمان که من دستورالعمل تانگلن را انجام می دهم، یک اتفاق جالب رخ می دهد. مردم به خواب می روند. شنیدن این مطالب سخت است. هرگز نشده که من دستورالعمل تانگلن را بگویم و متوجه نشده باشم که حداقل 3 نفر کاملا رفتند و بقیه هم احتمالاً همگی به شدت احساس خواب آلودگی می کنند. بنابراین وقتی تمرین عملی را شروع می کنید احتمالاً زیاد به خواب خواهید رفت. آن را مانعی برای خودتان ندانید. این تمرین همچنین این آگاهی را به شما می دهد که می توانید هم درد و هم شادی را احساس کنید. درد و لذت بخشی از انسان بودن است. اگر مردم حتی برای 1 ثانیه در طول روز تمایل داشته باشند که از درد و لذت خود برای کمک به دیگران استفاده کنند، در واقع می توانند بسیار بیشتر این کار را انجام دهند. هرچه با شهامت تر شوید، بودیچیتای شما
با هر روز از زندگی شما بالنده تر می شود که برای همگان مفید خواهد بود.